سلام احترام خدمت دوستان. نگاه کنن دمی دریای مرده که میگم، دم دریای مرده بین اسرائیل و فلسطین و اردن. دمی طرف اردن ما فعلا در حرکت هستم. از آلمان ده خودشون شاید بعضی که مرا فالو کرده باشم یا که دنبال کرده باشم دیده باشم ویدیوهای من. از آلمان ما آمدم دیگه در موتور ده این طرفا دیگه رو به طرف سعودی و کویت و عمان در حرکت هستم. چند روز میشه فعلا که در اردن هستم. یعنی جاهای خیلی زیبایی داره کشورهای قدر جاهای دیدنی داره که چی بگم، آدم باید بیای ببینه. چند دقیقه پیش داخل آب بودیم، تقریبا 15 دقیقه داخل آب بودیم. بیشتر از 15 دقیقه دم آوردم نمیتونه، آدم خوب نیست میگم، چون که آب دریا که 30% نمک هسته، جان آدم خراب میکنه، بیزی هوای گرم زخم میکنه دیگه. بعد از دریا که باید بیرون میشی باید خودت با آب تمیز با آب شیرین جا بشوری. خیلی جای زیباست. کسانی که علاقه زیاد به سفر دارن، جای دیدنی میخوایم برم ببینم، اردن پیشنهاد میکنم که اردن بیایم. آدم که هوایی بیایه زیاد مصرفش هم زیاد نیسته، میتونه اونجا بیغم موتر کرایه کنه به هر قسمتی و که بخواه میتونه بره. بعد ضمن اردن زیاد بزرگ هم نیسته دیگه، جای دیدنیش هم از هم دیگه دور نیسته، از هم دیگه بین هم 300 کیلومتر 400 کیلومتر بین هم دیگرشان دوره دیگه. 300 400 کیلومتر که هیچ چی نیسته دیگه. خیلی جای دیدنی است، خیلی جای لوکس است دیگه. مردمش خیلی مهربان هستن، بسیار مردم خوب داره. اما گیرونی هم به وضع گیرونی هم که بگیم مثل اروپا است دیگه. ارزان هم نیست که بگیش برای ترکیه باشه. از ترکیه یک کم گرانتر است، اما غذای خوردنی ارزان است، خوب است مثل ترکیه، یا که از ترکیه هم شاید بعضی چیزا ارزانتر باشه. خیلی جالب است. مردمش همه انگلیسی میفهمم، در اصل که زبانشان خودشان میدونن عربی است.